بچا این گلم الان آوردمش، من هیچی ازش نمونده، یعنی امیدی هست نجات پیدا کنه. این پتوس دو رنگه، من این دو رنگا رو خیلی دوست دارم ولی خب خیلی داغون شده. حالا الان با هم ببینم میتونم یه گل ازش در بیارم، بچینم این فقط ریشه بده، بعد یه گل میبرم. خدا کنه جوری باشه که مثلا بشه ازش گلدون کوچولو هم در آورد، خیلی خوبه. آخه من خیلی هم بهش آب نمیدادم ها، البته همین دیگه خیلی آب ندادنه. چون گلام خوب نیست، دور از دسترسمه، بعد خیلی ناراحتشونم که دورن به من. و بچه‌ها سوتی میدونید چی بوده؟ اینکه اینا ریشه موقع کاشتن ریشه هاش بیرون بوده. حالا الان بعدم بشورم ریشه های اینا رو، به نظرم خراب شده. همین بیچاره چی مونده ازش؟ آخه ریشه داره ولی واقعا همه ریشه هاش خوش شده. اینه که خیلی کوچولوام بتونم وارد بذارم. اوه خدا بگذره از من تقصیراتم. خیلی سرم این سیخونک‌ها رو گذاشته بودم که بفهمم که آبش تره که آبش خیسه. خوشگل شده. خب من یه دقیقه اینو بشورم لازم. بچه من اینا شستم، خب و حالا میذارمشون تو آب، یه جوری بزنم که ریشه هاشون بیچاره ها بره تو آب. بعد چند قطره قارچ کش میریزم توی این چیز. مرا این خوردنی نیست مامان جان، مرا خوردنی نیست دخترم. برو مامان. مرا تو چشم من که نمیتونی بشینی ریشه پتوس بخوری، گل پتوس بخوری که خطرناکه. میگم واسه گربه‌ها خوب نیست. من دیگه اینجا بکنم بهتر. آقا این برای یه موجود زنده داره. نخور گربه دزدی دارم، دزد پوتوسه. خب اینم از اینم بذارم. خب بگم خوب شد نه؟ مثل یه بلوک آخرم بگیرم. به نظرم خوب شد. حواسم باشه اینا ریشاش نیاد بیرون، یه چند روزی هم بمونه حالشون بهتر میشه.